با آغاز سفرهای نوروزی لوکوموتیورانان 1,700,000 مسافر را جابجا می‌کنند. لوکوموتیورانانی که شناخته نمیشند و کمتر دیده میشن. وقتی از دوردست صدای قطار با سرعت هوا را میشکافد، تنها چیزی که نمیبینی همان آدمک داخل اولین واگن قطاره. این اتصال دیزل به واگن بود. کار فنی بسیار بسیار سخته، مخصوصا این کار ما که ناشناخته است. بسیار همکارای ما که از دست دادیم، دست پاشون قطع شده. لوکوموتیورانا بیشتر از سن واقعیشون همیشه نشون میدن. به اصطلاح راهنیا زودتر پیر میشن. فقط یک لحظه تصور کنید کنترل یک قطار را بر عهده دارید و با حداکثر سرعت در حال عبور از مناطق مختلف هستید. ناگهان یک عابر پیاده یا یک فرد سوار بر موتور را می‌بینید که با خونسردی تمام در حال عبور از کنار یا روی ریله. قوسو که پیچیدیم یه دفعه من یه دختر بچه دیدم هولوش 3 ساله، موهای طلایی، یه ماشین اسباب بازی دستش بود. تنها کاری که لوکوموتیوران میتونه بکنه اینه که سوت بزنه و ترمز امرجنسی بکنه. این بچه تنها کاری که کرد یه پاشو برداشت گذاشت این ور ریل. متاسفانه برخورد صورت گرفتش. دیگه من نتونستم ادامه بدم. همکارم هم همینطور. میان وسط خط وای میستن. بعد هر کار ما واقعا دلهره داریم. من با سرعت 120 تا دارم میرم، میخوام تو همون مسطح ترمز کنم. همین قطار ما به 700 متر خط ترمز داره. قلب یک لوکوموتیوران همیشه تند میزنه. همواره در نبردند، نبرد بین طبیعت، شب، فولاد. در تونل ها روزها هم شبه و گاهی برخی از مسیرها هم مملو از دشت های خشک و لامگزره‌ای که دمای هوا در اونجا گاهی به 50 درجه بالای صفر میرسه. سر و صدای زیاد، برق فشار قوی که پشت سر لوکوموتیوران هسته و اون استرسی که با لوکوموتیوران ایجاد میشه. راهن 24 ساعته باید فعال و اکتیو باشه، مخصوصا زمانی که تعطیلات هست. یک مأمور کاملا فنی، آموزش دیده و لایق بوده که با دانش و تجربه خود و با آموزش‌های تخصصی که دیده یکی از خطیرترین و از خطرناکترین شغل‌های دنیا را بر عهده داره. به بیداری احتیاج داره، به تمرکز اعصاب، تصمیم گیری، قدرت تصمیم گیری، سرعت تصمیم گیری. استرس و شب نخوابی و درگیری اینا به جون می‌خریم، ملت راحت باشن دیگه. قطار با داشتن حداقل آلودگی، ایمنی فوق‌العاده و آسایش در سفر توانسته انتخاب بسیاری از مسافران باشه. هرچند ناخواسته برخی مشکلات در کار لوکوموتیورانی وجود داره، اما راه آهن، قطار و واگن بدون لوکوموتیوران بی‌معنی است. اوست که با حرکت دادن قطار لذت شادی و سفر را به مسافران هدیه میده. بهمن عباسی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.